علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من 61 60 60 گروه و جو پیشوازی 64 گروه که برآمده قطعه امره بدل و برمسل من ایمو امره. السلام علیکم واجبو وزن عزمی من برای امره کدام برمسل من دیگه ها برای امره بدل ان شاء الله. مسجد میقات عایشه صدیقه. علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من الحمدلله از الله که ما اومدیم مسجد عایشه صدیقه رضی الله عنها برای حاجیان محترم که نیت کردند تا که از ماه گذشتگان عمره بدل کنند. الحمدلله ما حاضر همراه حاجیان اومده رکعت نماز شکرانه خوانده در این مسجد ان شاء الله میبریم در بیرین نیت میکنیم و ان شاء الله این 61 62 60 گروه ها همراه شدن به 63 گروه 63 گروه الحمدلله باز قبول کرده گرفتیم از همراهشان عمره میکنیم و خاصانی که با اینها همراه شدن همچه عمره بدل از ماه گذشتگان ان شاء الله نیت میکنن و ما باشید ان شاء الله. دائما ما در دعای شمای عزیزان هستیم تا که شمایان عزیز را نیز الله تعالی در این مکان ها آمده عبادت کردن را نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ما بعد. حاجی محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من الحمدلله ما گروه 63 ما قبول کرده گرفتیم. الله قدماتون با برکات گرداند مکه مکرمه و ان شاء الله شما میقات ذوالخلیفه نیت کردتونا مدینه در اومده نماز خونده برآمده شما حاضر نیت نمیکنتون چون که نیت کرده شده که شما باز کسانی که عمره بدل میکنن بعضی اگر زنها دانوتون فقط 4 زنا موشتون انت درکت نماز میخونن تو نیت نکنتون لیکن انوم گذشتگی عمره میکنم گید نیت کنی نه اومگه زنها شما نیت نکنی شما نیت کاگی نه حاضر اومدگی مدینه که اومگو شما اومدتونا یعنی شما نیت نکنتون نیتتون شدگی نیت نکردگی ها حاضر نیت میکنن عمره بدل با یعنی نه اومگه شما هم نیت کنتون فقط فرستو یعنی همه خیش دانش کن که نیت انوم خداتون حاضر بیخار انوم گذشتگی نیت کنم اونتون حاضر عیبه حاضر وقت شما نیت نکنتون نیت نکردگی برای عمره بدل یعنی این عمره که شما کسودید بدل به انوم گذشتگی و انوم پدرت و مادرت و عیبه نیت میکنید نیتش هم میگم سونه تکرار میکنید نیتش لبیک اللهم عمرتان گفته دوامش با ان همون نوم آدم میگیرید گذشته کی مثال پدرتون باشد پدرتون مادرتون نومش گرید همه که تمام سونه دوامش رو دوام میکنید فهمتونم لبیک اللهم عمرتان ان و شما نگوید شما نگوید لبیک اللهم عمرتان ان همون نوم آدم گرفتم شد می گرفتونم یک کس اللهم اینی اريد العمرة اینش گفتن گرفتم فیسرها لی
وتقبلها مني. الله مهربان آسان گرداند همین عبادت خوش رو که گذرانده با پاک ادا کردن هر یک ما نصیب دار گرداند. آمین و رب العالمین. کعبه یکی و دویم آرزو میکنید الله تعالی من آورد انشاءالله الله نصیب کنه روز پیش گرد کعبه اندر تحت دل نازک عبادت بکنید و کسانی که دیگه بار انوم گذشته و کسیان تصور کرد که خدی یک کورچ که خدتون یک سیوتای بلند کتی کردید این هم سوالم که این سیوتای بلند کتی اگر تحت دل پیش کعبه نتوز بکنید اکثر مردم او مردم پیش کعبه مستقیم میخواد شما میکنید این روز بازیگو خدا شکل کعبه هم روش کردن برای تو اومد یکم خدمت کردن نیاز کردن و نیاز کردن تو بگیرید به کعبه بعد تو درکت نماز بخونه تو مردم میگیرن میسر میگیرن اما که ان شاء الله صبح اثر تو اومده پیش کعبه راست میگیرید اپنے کعبه نیچه میگیرید بیمال دیگه اون روز فقط عبادت دو ذکر اما تو عادت تو ماشاءالله حجاب زمزم فرستاده ماشاءالله الله خلاص. السلام علیکم حجبون عزیز کیفیتو چطور؟ الحمدلله همراهی بجا واردم کمتر تاثیراتو که دیگه با هم بینید مخلص هایم رحمت باشه الله نگور باشه موجی الان هر جای کورتون پیش دادن گرفت اومده که کورتون که خلق تو همه شهر جواب بیاره الله اکبر رحمت آره ماشاءالله حجاب امراوی بجا واردن منه انشاءالله. السلام علیکم حجبون عزیز می کیفیتو چطور؟ من الحمدلله امراوی بجا واردید کمتر یک دو کنید یک تاثیراتی گفته الله اکبر ماشاءالله. چطور واجب با شما؟ الحمدلله عبادتون هم شدنی؟ ماشاءالله پدرگاهش قبول کنن. دختر شما چطوره؟ کیفیتو؟ من الحمدلله خانه الله پیشان اومده عبادتو کردید کمتر یک انشاءالله نقش شدنی؟ ماشاءالله الله قبول کنن. همینجا اومده و عضوه میکردیم از جوانم و پروردگار روزه من همینجا آورده پروردگار رحمان کرده را الله کرده خدایا که مهربان همون زیارتایی کرده ما به درگاه که عظیمت قبول کنه همینجا باز هم آمدن نصیب گرداند که همینجا آمده باشن مؤمن نشود امین یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم آمین.
من الحمدلله پیش خانه الله هنده یک عائله من 7 نفر برای زیارت اومدن انشاءالله. من 8 نفر خطا کردیم، 8 نفر یک عائله. چقدر عائله بخناک که پیش کعبه جمع شدن. من الحمدلله الله اکبر. رحمت